آیکاس تکنولوژی جدید سیگار مخصوص خود را ارائه می‌دهد. سایز سیگار ویژه ما با یک سیگار سنتی تفاوت قابل توجهی دارد. به طور قابل توجهی کوتاه‌تر است. اما چرا؟ تفاوت در چیست؟ وقتی یک سیگار روشن می‌کنید، ترکیب تنباکو و اکسیژن موجود در هوا آن چیزی است سیگار شما را روشن نگه می‌دارد و تنباکو را می‌سوزاند. این فرایند منبع انرژی مورد نیاز برای استخراج نیکوتین و طعم را فراهم می‌کند. حدود 1/3 تنباکوی موجود در سیگار مقدار مورد مصرف شما است. در حالی که 2/3 دیگر در عمل احتراق و نگه داشتن. تنباکو در آتش و تولید دود و خاکستر می‌سوزد. در یک سیگار هیتس، فناوری کنترل حرارت از یک تیغ گرم کننده برای گرم کردن تنباکو استفاده می‌کند. سیگار طراحی شده ما که برای گرم کردن بهینه شده است، فقط به عنوان منبع انرژی عمل می‌کند. و این جایگزین تنباکویی می‌شود که در یک سیگار هدر می‌رود.